اولا السلام علیکم مردم تاجیکستان. امروز به همه شما معلوم است که در این درگاه، در این محفل بدانه که ما اکرم جان روز خرسندی دارد. این بچه جان به این روز خرسندیش تبریک و مبارکباد میگم از نام نشستگان، از نامی که همه در این درگاه حضور دارد، از نامی همه این بچه جان عزیزه به این روز خرسندیش تبریک و مبارکباد میگم. 100 ساله شود، بعد از نام پیر شود. من به دعوت اکای دیربرا جان در اینجا حضور دارم، در خدمت همه شما. خوش آمدین بانوای عزیز، برادران عزیز، همه کس خوش آمدین و همه شما سرجمی مبارک شود، بازم زاد روز مبارک شود. یک قرصکی بلند بری اکرم جانی عزیز. یک سرودی مادر برای مادرای عزیز میخوانم و خدای رفتی برای همه شما. این شامی سیاه وقتی مرا هم سفرم چمزی علم حالی دیدون به خبرم سب یا نبوسم را در میان افتادم این زینده جدا این آچه جان دردی سرم سب یا نبوسم را در میان افتادم این زینده جدا این آچه جان دردی سرم ای چرخی فلک همیشه نابم دادی من ازم بریزی ای از آدم